با 13,000 سلاح هسته‌ای که 9 کشور آنها را به سوی بشریت نشانه گرفتند، تنها مسئله مهم زمان است تا کسی دکمه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را فشار دهد و اولین موشک هسته‌ای را شلیک کند. این اقدام واکنش تلافی جویانه سایر کشورها را به همراه خواهد داشت. جنگ جهانی سوم و در واقع آخرین جنگ انسان‌ها آغاز می‌شود. جنگ هسته‌ای. با بینانی‌هایی که بمب‌های هسته‌ای به بار می‌آورند، احتمال اینکه این جنگ بیش از چند روز طول بکشد بسیار کم است. پیش از آن که حتی نیمی از بمب‌ها منفجر شوند، همه نیروهای نظامی و دولت‌های ملی کاملاً از بین می‌روند. در طی چند روز بخش عمده‌ای از شهرها نابود می‌گردند. بیش از 3 میلیارد نفر جان می‌بازند، چیزی در حدود نیمی از جمعیت بشر. پس لرزه‌های انفجار عظیم باعث فرو ریختن سازه‌های عظیم در شهرها شده و تلی از آوار و چوب خشک به جای می‌گذارد که آماده شعله‌ور شدن هستند. مناطق اطراف گودال‌های انفجار غیر قابل سکونت می‌شوند. ابرهای قارچی بخش بزرگی از مواد رادیواکتیو را با خود به لایه‌های بالای جو می‌برند و این مواد به سراسر سیاره منتقل می‌شوند. در میان آتش‌سوزی‌های گسترده دود از شهرهای سوخته به جو برخاسته و صدها مگاتن کربن سیاه وارد جو می‌شود. اگرچه بخشی از این دودها با باران شسته می‌شوند، اما مقدار زیادی از آن به لایه‌های بالای جو می‌رسند و بالاتر از ابرها باقی می‌مانند و جلوی رسیدن نور خورشید به زمین را می‌گیرند. کربن سیاه نور خورشید را پیش از آن که به سطح زمین برسد جذب می‌کند. در سراسر سیاره دما بسیار کاهش می‌یابد. با کاهش دما میزان بارش نیز کم می‌شود. تابستان دیگر فصلی از سال نخواهد بود. زمین وارد چیزی می‌شود که دانشمندان آن را زمستان هسته‌ای می‌نامند. دوره‌ای تاریک، سرد و خشک که ممکن است سالها ادامه یابد. با کاهش نور خورشید فتوسنتز متوقف می‌شود و کشاورزی در سراسر جهان از کار می‌افتد. ذخایر غذایی به سرعت کاهش می‌یابند و قحطی جهانی آغاز می‌شود. با کاهش شدید محصولات کشاورزی، بازماندگان به دریاها پناه می‌برند تا شاید غذایی بیابند. اما ناامید خواهند شد، زیرا بخش بزرگی از قنای اقیانوس‌ها نیز از بین رفتند. امواج فشاری ناشی از انفجارهای قدرتمند در پوسته زمین منتشر می‌شوند و حتی در صدها کیلومتر دورتر از نقاط انفجار زلزله‌های ویرانگر به وجود می‌آورند. در این مرحله به علت واکنش‌های شیمیایی در جو، لایه اوزون به طور چشمگیر آسیب می‌بیند. اشعه فرابنفش اکنون به صورت مستقیم به سطح زمین می‌تابد و رشد گیاهان را کاهش می‌دهد و دی ان ای محصولات کشاورزی مانند ذرت را تخریب می‌کند. همه بازماندگان انفجارها اکنون در حال مرگ از گرسنگی هستند. صنعت تقریباً در همه کشورها از بین می‌رود. دیگر گاز یا برق برای گرم کردن خانه‌ها وجود ندارد و در بسیاری از مناطق چوب برای همه کافی نیست. نظام سلامت به سرعت نابود می شود و داروهای کافی برای درمان عفونت‌ها و بیماری‌ها وجود نخواهد داشت. حتی بریدگی‌های کوچک می توانند منجر به عفونت و مرگ شوند. ذرات رادیواکتیو ناشی از انفجارها تمام جهان را آلوده خواهند کرد. بسیاری از مردم به انواع مختلف سرطان مبتلا می شوند. بیشمار انسان دیگر نیز به دلیل گرسنگی یا سرمای طاقت فرسا ناشی از بحران‌های غذایی و زمستان بی‌سابقه، شمار قربانیان همچنان افزایش خواهد یافت. چیزی از بشریت باقی نمی‌ماند. ثروتمندان و افراد قدرتمندی که در پناهگاه‌های ضد رادیواکتیو زندگی می‌کردند، اما تنها تا زمانی که غذایشان تمام شود و مجبور شوند برای یافتن غذا به بیرون بیایند. پس از خروج آنها با جهانی یخزده و آلوده به مواد رادیواکتیو مواجه خواهند شد. پس از 7300 روز یا 20 سال زمستان همه جا را فرا گرفته است. تقریباً تمام گونه‌های حیوانات بزرگ منقرض شده‌اند، همچنین انسان‌ها. این لحظه‌ای از انقراض بشر است. آری، این پایان است. با این حال سیاره ما ساکت باقی نمی‌ماند. زخم‌های انفجار به مرور زمان التیام می‌یابند و زندگی دوباره شروع می‌شود. شاید حتی بیش از زمانی که انسان‌ها حضور داشتند.
احتمال دارد که موجوداتی هوشمند در آینده دور باز هم پدید آیند و کشف کنند چه اتفاقی رخ داده است. اما یافتن شواهد بسیار دشوار است، چرا که انقراض بشر میلیون ها سال پیش رخ داده و گویی هرگز وجود نداشته. هرگز. شاید این نخستین بار نبوده که انسان‌ها از روی زمین ناپدید شدند. شاید ما بسیار کهن‌تر از آن بودیم که تصور می‌کردیم. آیا پیش از انسان‌ها تمدنی روی زمین وجود داشته است؟ آیا انسان‌های ما قبل تاریخ واقعاً بر روی زمین می‌زیستند؟ اما اگر انسان‌ها پیش از این یک بار دیگر هم منقرض شده باشند چه؟ شاید تمدن‌های پیشرفته‌تری نیز در دوران‌های خیلی دورتر از آنچه که ما می‌دانیم روی این سیاره شکل گرفته باشند و دوباره در سکوت کامل نابود شدند، بدون هیچ اثری، بدون هیچ نشانی جز لایه‌هایی از خاک و سنگ که شاید روزی کسی از آنها رمزگشایی کند. شاید تاریخ بشری فقط یک چرخه تکرار است. طلوع، شکوفایی و سقوط. شاید ما تازه ترین حلقه این زنجیره باشیم و حالا سیاره زمین بدون انسان بار دیگر نفس می‌کشد. زندگی از نو آغاز می‌شود، آرام و بی صدا، گویا برای اولین بار. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، خوشحال میشیم با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال ما از ما حمایت کنید. به امید دیدار.